بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. درس امروز ما و شما قبلا خوانده بودیم که توحید چند بخش است؟ 3 بخش است. اول توحید ربوبیت بود، دومش الوهیت و سومش اسماء و صفات. در توحید ربوبیت ما و شما خواندیم که توحید ربوبیت 2 بخش داشت. یکیش بحث وجود الله متعال بود و دلایل وجود الله متعال بود و دوم بخشش افعال الله متعال بود. افراد الله فی افعاله، یگانگی الله در افعالش بود. توحید الوهیت هم 2 بخش تقسیم کردیم، خواندیم ما و شما که توحید الوهیت هم 2 بخش داره. یکیش توحید عبادت است و دیگهش توحید حاکمیت است. توحید عبادت ما و شما تعریفش خواندیم که افراد الله سبحانه و تعالی فی العباده، یگانگی الله در چی هست؟ در عبادت است. ده الله یوالی به عبادتو که. و دوم قسمش توحید حاکمیت بود که افراد الله سبحانه و تعالی فی الحاکمیه، یگانگی الله متعال در حاکمیت. و عبادات تقسیم کردیم به 6 بخش. گفتیم عبادات چی هست؟ فکری هست، دومش قلبی هست، سومش زبانی، چهارمش بدنی، پنجمش مالی و ششمش قانونی. این 6 قسم عبادات بود. ما و شما عبادات فکری را و امراض فکری را خواندیم بسیار مفصل، انشاءالله آیات و احادیث که در این رابطه بود خواندیم میشونم. حال دوم قسم عبادات قلبی هست. عبادات قلبی کدام عبادت است؟ عبادت های هست که توسط قلب انجام داده می شود. عبادات قلبی عبادت های هست که توسط قلب انجام داده می شود. و این عبادت های قلبی که توسط قلب انجام داده میشه دی 2 بحث می خوانیم. یک بحثش این است که شناخت قلب است. اول باید ما قلب بشناسیم که قلب چه قسم است. در قرآن عظیم شان 2 قلب است، یکی قلب سلیم است و یکی قلب مریض. اول قلب شناخته شود و باز ببینیم که آیا قلب ما مریض است یا قلب سلیم است. در سال ما و شما به خاطر از این میخوانیم که اول سر خود تطبیق بکنیم آیا قلب ما قلب سلیم است و یا قلب مریض. و بعد از اون میخوانیم وظایف قلب. و وظایف قلب 2 بخش داره. یکی وظایف اعتقادی هست، آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت. این وظایف اعتقادی قلب است. دومش وظایف عملی قلب است که قلب کدام اعمال باید انجام بده. اعمال قلب باز 2 قسم است. بعضی اعمالش ایجابی است، مطلوب است که ایرا اعمال توحیدی قلب میگن، یعنی اعمال یعنی وظایف عملی قلب است که به شکل توحیدی انجام میشه. و دوم قسمش اعمال است که او قلب‌های منحرف رو انجام میده. پس 2 موضوع اساسی را باید بخوانیم. اول وظایف عملی قلب، یعنی قلب‌های سالم و درست وظایف ایجابی انجام میدن، مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکنن. و دوم قلب‌های منحرف است. اعمال ایجابی قلب تقریبا 8 قسم است. اول قسمش اخلاص است، یعنی توحید در اخلاص. دوم توحید در نیت. سوم توحید در صدق. چهارمش توحید در محبت. پنجمش توحید در خوف. ششمش توحید در رجا. هفتمش توحید در چی است؟ توکل. و هشتمش توحید در تعظیم. اینی 8 عمل باید قلب ما بکنه. توحید در عبادات قلبی موضوع 15 درس ما و شماست. ما و شما گفتیم که القرآن کله فی التوحید. عالمه موضوع 15 که هم توحید است در عبادات قلبی. القلب فی القرآن الکریم. قلب در قرآن عظیم شان چه قسم ذکر شده؟ قرآن عظیم شان قلب به 2 بخش بر ما معرفی میکنه. اول القلب السلیم، قلب سالم.
الله متعال میگه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت روزی است که مالدارهایی که مالشان منفی استفاده میکنه هیچ برشان منفعت نمیکنه. و بعضی کساس میگه ما چند تا زن گرفتیم به خاطر از اینکه اولادای زیاد داشته باشیم. الله متعال میگه اگر اولاد صالح نبود و مالت هم در راه الله مصرف نشده بود، این هیچ بر تو منفعت رسانده نمیتونه. در روز قیامت چی به درد میخوره؟ کسی که با قلب سالم به بارگاه الله بیاید. الا من اتى الله بقلب سلیم. قاری صاحب بخوانین سوره شعراء آیت 89. میگه یک روز معاویه رضی الله تعالی عنه در مسجد خطبه میداد، یک کسی خیز برش گپای بسیار بیادبی گفت. تو بچه فلانی نیستی، بچه فلانی نیستی. خب الاسلام یجب ما قبله. انسان هر قدر هر کاری که کرده باشه و هر قسم فامیلش باشه وقتی که مسلمان میشه، پس اسلام تمام بدی ها و زشتی های از دور از بین میبره. ابو سفیان مسلمان شد رضی الله عنه و در یکی از غزوات در جهاد یک چشمش هم از بین رفت. و هند خانم ابو سفیان ای هم مسلمان شد. وقتی که مسلمان شد رسول الله صلی الله علیه و سلم همراهش بیعت کرد و دینش و اسلام و ایمانش قبول کرد. آل معاویه پسر هند بود، پسر ابو سفیان بود. یک کس خیست و در سر منبر وقتی که صحبت میکرد معاویه رضی الله عنه، این شخص خیست و بدگویی کرد برش که تو بچه فلانی هستی و فلانی هستی. و این وقت هست که معاویه امیر المؤمنین از خلیفه مسلمان ها هست، بسیار لشکر و قوت و بسیار زور و توانایی داره. یکی گپا را زد، این خیست رفت در اتاق خود. وقتی در اتاق خود رفت از منبر پایین شد، یعنی مثل که مولوی صاحب در اتاق داخل میشه، همین قسم یک جای بود و هم داخل شد. وقتی که معاویه رضی الله عنه در اونجا رفت، مردم گفتن او خدا به خیالم رفت که شمشیر بیاره و این مردکه را گردنش برش بپرانه. ای چی گپایش زد. پس که آمد باز از سر منبر شیشت، دیدن که از رویش یک قسم تر است. گفت ما در حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده بودم که اگر کس بسیار جگرخون می باشه استاده است بشینه، اگر نشسته است به پالو خو کنه، اگر بسیار وضعیتش خراب بود غسل کنه. ما رفت و وضعیت بسیار خراب بود، یک سر خود یک آب انداختم، اینه پس آمدم که نشست پیش ما یک مسلمان اذیت شوه یا آزار شوه. او که بیادبی کرد ما انشالله گذشت میکنم. به هر صورت دیگه به خاطر از این آمد که زنگای تلفن آمد، ما گفتم اگه زنگ شما آمد ما معو میخورم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. یوم لا ینفع مال ولا بنون. الله متعال میگه روز قیامت روزی است که لا ینفع، منفعت نمیکنه، مال ولا بنون، و نه هم پسران زیاد داشتن. یک نفر 10 تا 15 20 پسر داره و خوشحال است که یا مرا نجات میده. الله میگه نه، اگر او اولادت به شریعت و به دین الله برابر نباشه هیچ به دردت نمیخوره، هنوز غم میباشه برات. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که بیایه با چی؟ با قلب سالم. اینا قلب سالم ما و شما بشناسیم چه قسم است. قلب سلیم اولا محل اعتقادات و یقین است. قلب سلیم قلب است که در اونجا عقیده توحید خوب راسخ شده باشه و یقین بسیار کامل داشته باشه. عالم دیگه میگه قلب سلیم هو الذي سلم من ان يكون لغیر الله فيه شرک بوجه ما. قلب سلیم و قلب است که غیر الله در او هیچ جای نداشته باشه، هیچ کس امرای الله در او قلب جا نداشته باشه. و اگر در او قلب کسی را دوست هم می داشته باشه، همین دوستیش به اساس چی می باشه؟ به اساس دوستی الله می باشه. پس این قلب چی است؟ این قلب سلیم است.
این قلب سلیم فإن احب فی الله، اگر کسی رو دوست می داشته باشه به خاطر الله. و این ابغض فی الله، و اگر دشمنی میکنه دشمنیش هم به خاطر الله می باشه. این قلب چی است؟ سلیم است. دوم، قلب سلیم هو الملك والاعضاء جنوده. قلب سلیم قلب است که مثل فرمانروا می باشه در سایر اعضای بدن، و دیگه اعضای بدن برای چی می باشه؟ مثل عسکر و لشکرش می باشه. پس حرکت دست توسط قلب سلیم کنترل میشه، حرکت چشم توسط قلب سلیم کنترل میشه، حرکت تمام اعضای بدن توسط ازی چی میشه؟ کنترل میشه. و امو حدیث است که در بدن انسان یک مضغه هست، یک پارچه خون است. اذا صلحت صلح الجسد كله. اگر این اصلاح شد تمام اعضای بدن چی می باشه؟ اصلاح میشه. و اگر قلب فاسد شد، متوجه هستین؟ تمام اعضای بدن چی میشه؟ فاسد میشه. مثلا از شما اگر پرسان کنیم چرا غیبت یک کسی را میکنین؟ چرا درباره یک کسی مثلا توهین یک کسی را میکنین؟ چرا یک کسی را تحقیر میکنین؟ چرا یک کسی تهمت میکنین؟ اگر یک کسی قلب در مقابلش پاک بود هیچ وقتی کارا را نمیکنیم. مثلا یک نفر قلبا دزداری، ولو 100 غلطی هم کنه باز برش میگه که بگی فلانی بچه این تو یک خرابی کرد. عبدالوهاب نیدی امروز ناوقت آمده بود، باز میگه خیر است دیگه چی است، چون قلبا دوست جاره باز برش بهانه پیدا میکرد، میگه خیر است بیچاره دیگه رابندی هست حتما سرش ناوقت شده. اما اگر قلبت برش بد بود باز فوراً برش دسیسه جور میکنی که سبی هر روز اینم تو ناوقت میایی، عادتش هست. پس اگر بدگویی کسی را میکنی اساس چی است؟ قلب خودت گنده است. اگر دروغ میگی قلبت گنده است. اگر غیبت میکنی قلبت مردار است. اینال باید قلبت از این کثافت ها پاک بکنی اگر میخوایی که با قلب سلیم با الله متعال روبرو شوی. الا من اتى الله بقلب سلیم. پس کسی که دروغ میگه، غیبت میکنه، بهتان تهمت میکنه، استهزا میکنه، رشخندی میکنه، زیاد فکایی میگه، دیگرها در نظرش نمیه، از خود بسیار راضی هست، بسیار مغرور است، این کلش علامات قلب مریض است. از این خاطر منافقین چی هستن؟ قلبشان مریض است. در قرآن چی میگه؟ قلبشان چی هستن؟ فزادهم الله مرضا. الله متعال انوز یارا جزا میده، مرضشان بیشتر میسازن. پس قلب سلیم قلبی هست که او تمام اعضای بدن تو را کنترل میکنه، تو را به غیبت نمیمانه. قلبت که پاک نگه داشتی چی کرده نمیتونی، غیبت کرده نمیتونی، دروغ نمیگی، سر کس رشخند نمیزنی، هر کس از خود که بهتر فکر میکنی، از خود راضی نیستی، غرور نداری، تکبر نداری. تمام صفات عالی هست. از این خاطر میگه تواضع کند هوشمند گزین، نهد شاخ پرمیوه سر بر زمین. انسانی که شخصیت عالی داره، شخصیت متوازن داره، شما او را از چی میشناسین؟ از حرکاتش. بسیار آرام راه میره، آرام صحبت میکنه، آرام میباشه، سرش به طرف زمین است چون درخت پرمیوه واره هست. اما انسان‌های بی شخصیت همیشه چی میباشه؟ 24 ساعت خنده است، 24 ساعت آزار دادن از روی سرک هم که ببینی موبایلش چالان است، این آزار بده او رو بگی سر از او پر زبرو، سر از او پر زبرو. زدیگ پختگان ناید صدای خروش از مردمان خام خیزد. هم انسان که هست زیر شاعر میگه دیگه شعله رو دیده باشین، وقتی که شعله پخته میکنی تا وقتی که خام است پخ 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 میکنه. از کثرت خامی است که در جوش و خروش است، چون پخته شد و قابل دم گشت خاموش است. انسان‌های با شخصیت، انسان‌های با ظرفیت، انسان‌هایی که قلب سالم دارن، اونا چی هستن؟ خاموش هستن. و انسان‌هایی که خام هستن یا بسیار شور و الهله و زیاد
چیغ و در راه و در موتر و در سرک و در هر جا است. این روانشناسی اسلامی است. الا من اتى الله بقلب سلیم. پس قلب سلیم چی است؟ رئیس است و دیگه اعضای بدن مامورینش است. مامورینش مطابق اینمی قلب سلیم در حرکت میشه. اگر قلب صحیح بود مامورینش هم صحیح هست. رئیس اگر جور بود مامورایش هم صحیح است. اگر رئیس خودش رشوت خور بود کابینش هم چی است؟ رشوت خور است. پس کل گپ که است در کلان است، در قلب است. علامه سیوطی رحمت الله علیه چی میگه؟ میگه و نسبت القلب الى الجسد که نسبت الامیر الى المأمور. نسبت قلب با دیگه اعضای بدن چی هست؟ مثل نسبت امیر با دیگه مأمورین است. والاعضاء كالفروع له و هو معدن العلوم، معدن علوم، دانش، معرف، اخلاق، ملکه ها، کلش چی هست؟ کل از اینا معدنش قلب است. امام سیوطی در جامع صغیر این موضوع را گفته. سوم، قلب چی هست؟ موطن العلم و موطن التلقی و التفقه و التقوی. قلب مرکز علم است، مرکز تقوا هست. التقوی ها هنا. تقوا در کجا می باشه؟ در قلب می باشه. اگر قلب تقوا داشت دیگه اعضای بدنت جور میشه. بسیاری کسا کلی خودت کجک میگیره. این کله کجک کردن در نماز اسلوب رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. بعضی کسا دستکاش تو کسایی کردی جور استی بخیر استی سم آدم بارو دست بده تو چرا دست میده؟ من بسیار بد میایم یگان که تو کسی که کلککای خودت دست میده. دفعه دوم بود کسی دست نمیده تا یا میگم خدا جور کو یا تیر ما از دست برق رفتگید که تو برقش رفته. مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم دست بده، دو دست هم نده، یک دست بده خوب سم صفا سترا تکان بده که گناهایت بتکن. پس قلب سلیم مرکز تقوا هست، مرکز تفقه هست. قرآن با چی بشناسی؟ وقتی که با قلب قرآن بخوانی باز اونجا من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. چه وقت میشه؟ فقیه در کتاب الله وقتی میشه که با قلب آیات قرآن خوانده بری که حمیم والکتاب المبین. کتاب مبین، این کتاب هست کل حقیقت ها را بیان میکنه. پس ما باید از این کتاب درس بگیریم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. با قلبت وقت قرآن بخوانی باز اون چی است؟ پس قلب مرکز تفقه، تدین، تقوا، همه از چی است؟ قلب است. الله متعال میگه اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى. اولئک اینی مردمای حقیقی، مسلمانای حقیقی کسانی هستند. توصیف اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه، میگه اینا کسایی هستند که الله قلبهایشان را با تقوا امتحان نموده است. الله از قلبهایشان با خبر است. میگه این صحابه که هستند قلبا چی هستند؟ با تقوا هستند. چهارم، قلب معدن سکینه و اطمینان است، سکون و آرامش. سکون در کجا پیدا میشه؟ در قلب. آرامش در کجا پیدا میشه؟ در قلب. الله متعال میگه که هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. سوره فتح آیت 4 قاری صاحب بخونه. الله ات ذات است که انزل السکینه که نازل کرد سکون را فی قلوب المؤمنین. همین قسم که الله قرآن عظیم الشان نازل کرده، همین قسم در قلب مؤمنا سکون و آرامش نازل میکنه. فهمیدین؟ در قلب مؤمنا
هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین. وقتی که در قلب از اینا سکون و آرامش، اطمینان، راحت نازل شد از جانب الله، برای چی؟ لام لام تعلیل میگن. علتش به خاطر چی علت این سکون در قلبهای مؤمنان نازل میشه؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، تا که ایمانهای از اینا زیاد شود، ایمانهایشان قوی شود، ایمانهایشان اموت ایمان شود مثل ایمان پیغمبران. این صفت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم است و صفت هر کسی که متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه و به منهج اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی میکنه. پس الله متعال در قلبایشان هم یک آرامش میره. ولله جنود السماوات والارض، لشکرهای آرام بخش، لشکرهای قوی از کی است؟ مخصوص الله است. اگر یک دشمن الله قوی هست، الله قوی تر است. لشکر الله از دشمنای الله که بسیار قوی هست. خطرناکترین دشمن خدا با یک عادی پشگک نابود میکنه. باد در نظر ما و شما نمینه. یگان وقت صبحکی وقتی که بیرون میبرایم خوب آمد، هوای بسیار خوش است، نسیم زیبای سحرگاهان که قاری صاحب برفت سوی نیستان، انال اینمی نسیم زیبایی که انسان بسیار تراوت و لذت میبخشه، ات یک لشکر الله هست که اگر خواست به یک عذاب مبدل میشه که یک لشکر کلان دشمنان را چی میکنه؟ نابود میکنه. و اهلک عاد بالدبور. دبور چی است؟ همون باد خطرناک و تند و تیزی است که خانه‌اش که قصرش و که ساختمانش و که سلاحش کلش دعوا بالا میکنه. پس هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض و کان الله علیما حکیما. الله هم علیم است و هم حکیم است. علیم هست از آنچه که در قلب تو میگذرد و آن برنامه‌ای که در قلبت میسنجی از او با خبر است. و الله ذات با حکمت است که دشمنای خدا عاجل نمیگیره، دشمنا رو یک فرصت میده با حکمت خود. گناهکارا رو هم فرصت میده به خاطر توبه. و وقتی که دو صفت یک جای شود یک معنای دیگه هم پیدا میشه. اون معنای جدید دیگه چی است؟ یعنی او ذاتی که علیم است در وقتی که عالم هست از تمام آنچه در داخل قلب یک انسان است با خبر است، لکن تصامیم الله چی هست؟ حکیمانه هست. ولو که شناختم که دشمنم است زود عاجل هلاکش نمیکنه. حکمت الله هست، برش وقت میده. بر دشمنای خود مثلا قوم نوح علیه السلام 950 سال وقت داد. بعد از او یک مرتبه کلشان چی کرد؟ غرق کرد. نمی قسم برای دیگران. هو الذی، الله سبحانه و تعالی حق ذات دی انزلش نازل کړی السکینة سکون او راحت فی قلوب المؤمنین د مؤمنانو په زړونو کې. ولی لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، ترڅو چې دغه مؤمنان ایمانونه ډیر سي په هغه ایمان چې دوی لري نورم دوی ایمان قوي سي. ولله جنود السماوات والارض، او خاص د الله د پاره ده د مځکو او اسمانونو ټول لښکرې. وکان الله علیما حکیما، او الله سبحانه و تعالی ډیر عالم او ډیر با حکمت ذات دی. پنجم، هو مدار العمل والذکر والتذکر. قلب سلیم جایگاه عمل است، جایگاه ذکر است، جایگاه به یاد دادن است. کسی که قلب سلیم داشت عمل سالم می داشته باشم. کسی که قلب سلیم داشت همیشه به یاد الله می باشه. و کسی که قلب سلیم داشت دیگران را هم
به یاد الله میآوره. بهترین دوستتان کی است؟ او دوستی هست که وقتی او رو ببینی الله به یادت بیاید، حتی چهرهش سرت تاثیر کنه. هر وقتی که او رو میبینی خوشحال میشی، اینی دوست الله هست، با دوست از دوستای الله ملاقات کردم. ششم، قلب سلیم هو العضو الحاسم لمشاکل الحیات. قلب سلیم قلبی است که مشکلات حیات قاطعانه فیصله میکنه. یعنی ولو که ظاهرا در یک مشکل یک کسی مبتلا شوه، مثل صحابی را که مادرش پیش روش کشتن، پدرش پیش روش کشتن و خودشان بسیار شکنجه کردن و مجبورش ساختن که الفاظ خطرناک از زبان خود خارج بکنن، به خاطر تحمل نتانست همو ظلم هایی که کافرها کردن. عمار رضی الله تعالی عنه بود، نه؟ در سوره نحل آیت 106. در این آیت قرآن الله متعال چی رو بیان میکنه؟ حالت بعض مسلمان ها را پیدا میکنه که انسان مسلمان 3 سنگر داره. انسان مسلمان 3 سنگر داره. یکی سنگرش همون جایی که جغرافیای سیاسی که در اونجا زندگی میکنه، اون سنگرش هست، همون زمینه که قرار داره. بعضی اوقات دشمنا میاین همون زمینه از پیشش میگیرن. سنگر دومی از او جسم از این انسان است و سنگر سومی قلب از این انسان است. بعضی اوقات یک منطقه را کافرها قوی میشن، جغرافیای سیاسی را میگیرن. بعضی اوقات قوی میشه، خود انسان هم میبرن و در زنجیرها بسته میکنن و اولچک و زولانه دستا و پایش افتادگی هست. این امکان داره، ولی انسان مسلمان حقیقی او است که سنگر سومی که قلبش است این از دست نده. بعضی اوقات میشه سنگر اول از دست بده، بعضی میشه سنگر دوم یا خودش هم گرفتار میشه و در قید و رنج میمانه. اما سنگر سومی اینی فیصله کننده هست. الله متعال امیر میگه من کفر بالله من بعد ایمانه، کسی که کافر شد به الله بعد از ایمانش، ای خو هلاک است، تباه است، برباد است. الا مگر من اکره، مگر کسی که اکراه شد، اجبار شد، سرش ظلم شد، مجبورش کردن که چی کنه؟ کلمات کفری از زبانش خارج شود در حالت سختی و لط و شتم و زده. بالاخره دیگه طاقتش نمیه، از زبانش میگه بگو یا این کلمه کفری را یا میکشیمت. پس از زبانش کلمات خطرناک خارج میشه و قلبه مطمئن بالایمان، لکن سنگر سومی را از دست نمیده. سنگر دومی را شکست دادن. متوجه هستین؟ زبانش به زور سرش توراندن که بگو کلمات زشته، لکن قلبش چی باشه؟ سنگر سومیش مطمئن به ایمان باشه. این انسان باز پیش الله مؤاخذه نمیشه، ایره باز الله متعال میبخشه. فهمیدین یعنی؟ ولکن من شرح بالکفر صدرا، لکن باز کسی که کافر سرش اجبار کرد، فشار آورد، باز با قلب خود پذیرفت که من دموکرات هستم، من سوسیالیست هستم، من کمونیست هستم. مثل کمونیستا که میگفتن ما اتحاد شوروی را قبول داریم، ما با این نظامی که هست ایره قبول داریم، ما روشن فکر هستیم، فکر نوین داریم، فکر جدید داریم، ما قرآن قبول نداریم، دین قبول نداریم. اینال بازی را الله متعال چی میگه؟ ولکن من شرح بالکفر صدرا، اگر باز با کفر سینه خدا چی کرد؟ باز کرد. در احزاب طاغوتی
در گروپ ها و گروه های طاغوتی که ضد کتاب الله برنامه دارن دو اشتراک کرد، به اختیار خود، با دل خود، با فکر خود قناعت کرد. باز الله متعال میگه فعلیهم غضب من الله، با سر از اینا چی است؟ غضب الله هست. مثل علمای یهود که مغضوب علیهم شدن، اینا هم باز در غضب الله گرفتار میشن. ولهم عذاب عظیم، بر از اینا عذاب دردناک است. چرا یا الله؟ این مردم با وجود از اینکه حق میفهمن منحرف میشن. الله متعال میگه ذلک بانه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره، اینا برتر دانستن زندگی دنیا را نسبت به آخرت. گفتن آخرت معلوم نیست باشه، چه وقت میمریم، باز قبر چطور است فلان است. بیا نقده را بگی، نقدش چی هست؟ اینمی زندگی دنیا را بگی. و ان الله لا یهدی القوم الکافرین، باز الله متعال انسانای کافر هدایت نمیکنه. شاید یک نفر 10 سال 20 سال در صف مسلمانای موحد یکتا پرست باشه، لکن قلب گنده از او بر الله معلوم است. ابلیس چه وقت در صف ملائکه داخل کرده بود خدا، لکن الله مشناخت که دروغگوی است، قلبش چتل است. یک امتحان که آمد چی شد؟ شکست خورد. و بسیاری انسانهای ابلیس صفت در آغاز بسیار خود دیندار، بسیار خود انسان مجاهد، بسیار انسان خوب، بسیار انسان بزرگ، دیگرها را به طرف دین الله دعوت میکنه، لکن خودش چون قلب گنده داره، بالاخره الله متعال میگه که و ان الله لا یهدی القوم الکافرین اولئک الذین، علی عالم از دانشمند است، چرا حق درک نمیکنه؟ میگه این کسانی هستن که طبع الله علی قلوبهم، یا که الله دشمنی خدا اعلان کردن، الله هم دشمنشان شد، قلبهای از زیر مهر نهاد. و سمعهم، و به گوشهایشان هم مهر است، و ابصارهم، و بر چشمایشان، و اولئک هم الغافلون، این مردم ها چی هستن؟ غافل هستن. دیگر سعی کنی که مرد، با زوادی مردن که سعی کنی موسیقه واره سر تخت افتاده، یا که باز در دار که باز برآمد، باز در گردنش باز رسپان افتاد، باز وقت باز میگه من مسلمان هستم، من خوب آدم هستم. 40 سال فرعون واره 40 سال فرعون واره فرعونیت میکنه، باز داخلش کس باز میگه من خوب آدم هستم، والا من غلط کردم. هفتمیش میگه قلب که است هو به منزلت المحرک الاصلی فی السیاره، میگه قلب مثل ماشین اصلی در موتر است، مثل ماشین است. دیگه اعضای بدن که از کلش، تایرها و بالهای تیاره و دیگه که از کلش تابع ماشین است. اینا ماشین ها چه قسم است؟ مثلا شما ماشین ها رو سعی کنین، بعضی ماشین هاست مثلا موتورسیکل 3 نفر میبره، ماشینکش که 3 نفر برده میتونه، 4 نفر که شد باز قسمی یک میشن. بعضی ماشینای دیگه هست که مثل ماشین موتر وارست، مثلا موتر کلان است، 40-50 نفر سوار میشن، میبریشان به یک منطقه. احیانا ماشین اقدر قوی هست که 1 تن بار با انسانها و انسان و آهن و هر چیزی که باشه این تیاره بالا میکنه، این انجن تیاره. سعی ماشین قوی هست. و بعضی ماشین ها هست مثل بایسیکل واره، تا که لغتک نزنی حرکت نمیکنه. و بعضی ماشین ها هست مثل ماشین کراچی واره که 1 نفر تیله میکنه و 2 نفر هم کش. تا وقتی که کشش نکنی در نماز صبح به بسیار زور میخیزه. ایمانش ضعیف است. ایمانی ضعیف است. یک جوان است که تو میخیزی که سعی میکنی اوه ماشاءالله این جوان وقت 4 رکعت تهجد هم خوانده، تو هنوز در خواب هستی که سعی میکنی. من بعضی جوانا رو میبینم که تو یگان وقت همراهشان میگم سعی کنم ماشاءالله این جوان ضعیف، من هنوز خواب هستم، این جوان وقت چند رکعت چیزام خوانده، تهجد هم خوانده. در پالیم او طرف یک جوان دیگر استعمال میکنه که در نماز صبح داد فسادش میکنی، هنوزم در این لوت خودم میبره، در این لوت میبره، بخی و 2 سال که قضا شد نماز خواه میخیزم، خواه چند دقیقه مانده، یعنی 10 دقیقه به قضایی مانده، یک 5 دقیقه بعد باز بخیر میخیزم، 2 دقیقه وضو، 2 دقیقه نمازش خلاص شد. پس اینا قلب چی هست؟
مثل ماشین است و دیگه اعضای بدن چی میکنه؟ ترتیب تنظیم. روى البخاري عن نعمان بن بشیر يقول، امام بخاری رحمت الله علیه از نعمان بن بشیر رضی الله عنه میگه که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه من شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که چی میگفت؟ الحلال بین، حلال بیان شده، معلوم است، واضح است، بشناسه که چی حلال است. والحرام بین، حرام هم معلوم دار است. و بینهما مشتبهات، مشبهات، در بین حلال و حرام چی است؟ بعضی چیزایی است که مشابهات، یعنی مشکوک است، حلال است، حرام است، بخورم نخورم. لا یعلمها کثیر من الناس، بسیاری از مردم اینو نمیفهمند. فمن اتقى المشبهات استبرأ لدینه و عرضه، کسی که از این چیزهایی که شک است در او از این احتیاط میکنه، باز او هم دین خود حفظ کرده و هم آبروی خود. یعنی انسان هایی که قلب پاک و خوب دارن، حتی در چیزهایی که شک است احتیاط میکنن. بعضی کسا را ببینی خوب جوان دیندار خودم میگیره، نمازش که سهل کنید تو میگی اوه ماشاءالله این ملائکه واره نماز میخوانه. بعضی مرغای مردار یک روز مدیدم، یک جوان که آوردن، مرغ از کجاست؟ گفت خو یخ زدگی است. خب مرغ یخ زدگی است. امیر برش کباب کردن آوردن، دیگه حال مانده. حال دیگه ایمان از این جوان معلوم میشه. دیگه چی است؟ گفتیم والا ببخشید ما این مرغایی که یخ زدگی است، چون الله اکبر سرش گفته نشده و اروپایی، اون کسایی که در اروپا زندگی کردن اونا خوب میفهمن که در شرکت‌های از اونا اول ذبح نمیکنن، دوم ذبح کننده چه ذبح هم کنه مسلمان نیست. اگر مسلمان هم باشه وقت نداره که قدر مرغا را سر کلش الله اکبر بگه، خلاصه هیچ اعتبار نداره، این مرغا نمیخوریم. بازی جوان دیدار چی میگن؟ بیا گمش کال خاوردی من میگه که در حالی که حرام است. رسول الله صلی الله علیه و میگه حتی از چیزهایی که در او شبهه می باشه. و من وقع فی الشبهات، میگه کسایی که در چیزهایی که شبهه است در واقع شد، که راح یرعى حول الحما، مثل یک انسان یا شبان یا چوپان هست که گوسفندهای خود در گرد یک جای باغ یک نفر همینجا میچرانه. یوشک ان یواقعه، نزدیک است که در همین چیز داخل شود. یک چقوری هستی گندگی از در بینشته، تو دیگه گرد گرد همین چقوری میدوی، یک دفعه خطا میخوری قرب به داخل گندگی. احتیاط. الا و ان لكل ملک حما، الا آگاه باشین که هر مالکی که مالک یک منطقه هست، او چی داره؟ یک دیوار حمایتی داره که او دیوار تا اجازه نمیده که در چیزش در ملکیتش داخل شوی. الا ان حما الله فی ارضه محارمه، عمود دیوالای ممنوعی که داخل شده نمیتونی و حق نداری داخل شوی، عمود دیوالهای ممنوعی الله در زمین الله حرامهای الله هست، چیزی که الله حرام کردن. از این خاطر بسیار احتیاط کنیم. الا و ان فی الجسد مضغه، رسول الله صلی الله علیه و آله میگه آگاه باشین که در جسدتان یک پارچه گوشت است. اذا صلحت صلح الجسد كله، اگری اصلاح شد تمامی اعضای بدن اصلاح میشه. و اذا فسدت، اگرم یک پارچه خون که قلب است اگری فاسد شد، فسد الجسد كله، تمام اعضای بدن فاسد میشه. الا و هی القلب، همین پارچه خون چی هست؟ قلب است. کوشش کنین که قلبتان اصلاح کنین. اشتمش هو اصل اللطائف كلها، اصل تمام لطیفه ها و باریکی ها، جایگاه انوار الهی، منبع اسرار الهی قلب است. فمن یرید الله ان یهدیه، سوره الانعام 125.
و من یورید و هر کسی را که اراده بکنند الله متعال ان یضله او که او را گمراه بسازه یجعل صدره ضیقا حرجا دل از او را بسیار تنگ می سازه، در حرج و سختی دلش قرار می داشته باشه، قلبش که انما یصعد فی السما مثل که در آسمان بالا میشه. سعی کنین اینجا مثال خوب الله متعال بیان میکنه. یک در این آیت اعجاز علمی قرآن است. امروز ساینسدانا کشف کردن که وقتی انسان هر قدر به طرف فضا بالا شده میره اکسیژن چی میشه؟ کم شده میره. الله متعال میگه کسی که گمراه هست مثل همی کسی هست که اما تو بالا شده میره طرف فضا، هر قدر که بالا رفته میره دلش چی میباشه؟ تنگ میشه. انسان های بیدین و منافقه که برش گپ دینه بزنی نفسش گرفته میشه مثل که اکسیژن کم باشه، عاجل کوشش میکنه که از مجلس قرآن فرار بکنه. پس میگه خفه نشین، این انسانی که حلقه درس و قرآن و سنت ترک کرد خوشش نمیایه اشتراک نمیکنه، این چی هست؟ الله متعال بر از این اراده خیر نکرده، اراده شر کرده. چقدر خطرناک است، انسان باید احتیاط کنه. اگر الله توفیق دادت که تو در درس قرآن بشینی علامت خوشبختیت است. کل ما کار داریم، کی بیکار است؟ کی اولاد نداره؟ کی اولاد نداره؟ کی مشکلات زندگی نداره؟ کی سختی ها نداره؟ کی ضرورت نداره؟ کی خیش نداره؟ کی قوم نداره؟ اما بعضی کسا وقتی که الله او را بخواه گمراه بکنه این بهانه ها برش بسیار می باشه که والا ببخشید من درس نمدم، بسیار مصروف هستم، بسیار سرگردان هستم، اولادای ما یک حالت داره، زندگی ما چطور است چنان هست. الله متعال میگه سگو این قرآن دقیق خوب بگیرین، فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. هر کسی را که الله بخواه هدایت بکنه سینه از را به پذیرش عقیده اسلامی توحیدی باز میکنه. وقتی که وحدانیت الله برش بیان شد زود قبول میکنه، ولو که 20 سال گمراه باشه، 30 سال گمراه باشه. والا مثلا 20 سال پیش گمراه بودم، اینو یک دفعه فهمیدم 4 کلمه حق تسلیم شدم. و من یرید ان یضله، اما کسی را که الله بخواه گمراه بکنه یجعل صدره ضیقا حرجا، سینهش حتی تنگ و در حالت حرج ایره قرار میده که هر درس که آیت برش ترجمه کنی دل تنگ است که چه وقت برایم، چه وقت از درس خلاص شوم، چه وقت بگریزم. که انما یصعد فی السما، مثل که ایره طرف آسمان میبری. چرا که طرف آسمان برده بری اکسیژن کم شده میره، اکسیژن کم شده میره، ای دلش تنگ شده میره. انسان بی ایمان وقتی که آیات قرآن میخونه ایوازی که ایمانش زیاد شوه ایمانش کم میشه، اکسیژنش کم شده میره، دلتنگ است. بعضی کسا 2 ساعت برش قرآن بخوان هنوز میگه 1 ساعت دیگه هم بر ما تشریح. بس است برادر، دیگه چیز شدیم، بیخی خسته شدیم، بس داره. یگان تا کسایی کنی در این 5 دقیقه اول که میمد 15 تا فاجعه میکشیم. میفهمی که یادمه که صدرش ضیق است، اکسیژنش کم است. کاش که نمیامدی، ای کاش با تو هیچ مقابل نمیشدن، کاش که درس نمیامدی که دقیقه 50 تا فاجعه. باز یگان تا میام تو رو بروی من میشینم دانش قانقرتکش معلوم میشه، همین دل مرا از این درس سیاه میکنه. پس الله متعال میگه چی هست ای کسایی را دیدین که در درس دین و در درس قرآن شناسی و در درس اخلاق و عقیده شیشتن، بفهمین که الله متعال برای اونا چی خواسته؟ خیر خواسته. یا دوستای الله را دوست داشته باشین، همراه از اینا دوستی کنین. و کسایی که دلتنگ است و از درس دین و ایمان فرار میکنه و مثل که اکسیژنش کم شده باشه طرف آسمان کشش میکنی.
كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. اینمی قسم الله متعال پلیتی ها را بالای کی میپرته؟ بالای کسانی که ایمان نداره. آدم بی ایمان اگه نماز هم بخونه، اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، وقتی که نماز هم بخونه در نماز سعی میکنه یک 20 تا فاجعه میکشه. یکی یک روز پالیم شیشه گفتم خدای نماز مرا خراب کرد، الله پاک هدایتت کنه. در مقابل الله متعال بیادب است که او فاجعه کشیده میره. این نماز منافقاست. اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. در نماز هم بسیار کسل می باشه. چرا کسل می باشه؟ که خوب فیلم دیده و قصه کرده و خوب دمی آخر که شد باز کل قصه که خلاص شد، شکمش هم که خوب سیر شد، باز به نماز میخوره. چه قسم به نماز میخوره؟ در حالت کسالت. اما انسان دیندار که است، باز بر شما برادر را ببخشین، آلخ مجلس سیرم یک دفعه بارین می نماز بخیر بخونیم، ها شب خود دراز است، می نماز بخونیم خوب با نشاط، باز بسیار نمازش مزه‌دار می باشه. پس اصل لطائف، محبت انوار، جایگاه نورانیت و منبع اسرار الهی کجا هست؟ قلب است. الله متعال قلب انسان قلب چی بسازه؟ سالم. آره که قلب سالم شناختیم، میایم قلب مریضه بشناسیم. قلب مریض یکی قلب انسان خبیث است و یکی قلب انسان اخبث. خبیث اخبث. در قرآن عظیم شان دمی چیز بخوانین، سوره بقره. در سوره بقره الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. این انسان هایی هستند که قلب طیب دارن. یکی قلب طیب است، یکی قلب خبیث است و یکی قلب اخبث. طیب تا اولئک هم المفلحون. این حال قلب خبیث کدام یکی هست؟ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. چرا؟ این خبیث است، کافر است. سواء علیهم مساوی هست بالای از اینا. انذرتهم اینا را بترسانی ام لم تنذرهم یا نترسانی لا یؤمنون، یا ایمان نمیاره. اگر جنت هم برش بیان کنی ایمان نمیاره، اگر از دوزخ هم بترسانیش قبول نمیکنه. چرا؟ به خاطر ازی که یا بسیار زیاد دشمنی با الله کردن. کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون. چیزی که میکردن قلبایشان سیاه شده. وقتی که سیاه شد ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. این خبیث هستن. مهر شهاده شده به قلبهایشان، به گوشهایشان، به چشمهایشان پرده هست. پرده چی؟ پرده کفر. ولهم عذاب عظیم. بر از اینا عذاب چی هست؟ دردناک است. عالم نوبت انسان های چی؟ اخبث. طیب پاک، خبیث زشت، اخبث زشتر و بدتر. یا چی صفات دارن؟ الله متعال میگه یا 14 صفت است اینجا ذکر شده. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین. بعضی از انسان‌های اخبث اینا منافقا هستن. چی عادت دارن؟ یا الله میگه من کسان هستن که یقولو میگوین آمنا ایمان آوردیم بالله به الله و بالیوم الاخر. پیشرید کشیش باز میگه ما خو مسلمان هستیم، در پیشانی ما کی کافر نوشته است. ما سه بسیار عبادت میکنیم، ما بسیار طاعت میکنیم، ما الله را بسیار دوست داشتیم. شما علمای اسلام اق شما را خوش دارم که چی براتون بگم. یک وقت یک دفتر رفتیم، یک کسی بود حال رفته دیگه بود عالم دیگه، گلمش جمع شد الحمدلله. این دیگه رئیس بود.
ما رفتیم که یک دو سه نفر استادای دیگه، استادای شریعت هستیم، پیش از اینکه می داخل شدیم این دیگه که رفت من میگم استادای عزیز، دانشمندای بزرگ، پروفیسورها و علمای افغانستان، ای تو زبان چرب ای جای نماز ما میبینین تا که ما یک چند رکعت نفل نخوانم ما خود ریاست شروع نمیکنم. این تسبیح ما میبینین تا وقتی که ذکر الله را نکنم چیز نمیکنم. ما دیگه فکر کردیم والله چقدر خوب آدم است، چقدر شریف آدم است. امر کنین صاحب، عریضه تان نافذ است، گپتان بسیار چیز است. بیرون برآمد گفتیم والله چه خوب رئیس است، چه خوب آدم است. این قسم رئیس که آدم داشته باشه دیگه بسیار خوب است. قسمت و تقدیر همین سکرتر ازی شاگرد ما بود. سبا سکرترش گفتم والله رئیس چه خوب آدم است، دل میشه باز پیش برم. فن پسان یک دو تا کافر دیگه گفت پیش آمد برادر چی میگن؟ یک سه تا استاد آمده بودن ملا را تو لوده کردم، دلشون سیاه کردم. سه استاد آمده بودن که همین ملاقکا تو در جانشان زدم، تو بازی دادمشانه، تو چشمایشان علق بلق برمان که چی برات بگویم. الله متعال چی میگه؟ میگه و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین. و بعضی از مردم منافقا هستن. کافر خبیث است، خوی منافق چی هست؟ اخبث است، بسیار چتل است. پیشرو چی میگن؟ میگن آمنا ایمان آوردیم بالله به الله و بالیوم الاخر و به روز قیامت. الله متعال میگه و ما هم بمؤمنین، ما از قلبهای از اینا آگاه هستم در حالی که یا مؤمن نیستن. یخادعون الله والذین آمنوا، اینا فریب میکنن با امرای کی؟ یخادعون الله، فریب کاری میکنن با امرای الله. فریب کاری میکنند، فریب خود کردن نمیتونن، فریب کاری خود بازی میتن. والذین آمنوا، و همشان فریب کاری میکنن با مؤمنان. الله متعال میگه که این مسلمانای حقیقی جگر خون نشین. چرا؟ و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. اینا فریب نمیکنن مگر به امرای کی فریب میکنن؟ خود بازی میتن، خودش میمره. در میدان حشر چی مرا فریب داده باشه یا نداده باشه من چی برش فایده میکنم؟ نه کسی را در جنت ما داخل کرده میداریم نه در دوزخ. پیشماغ مثل او کشیشه ها ورخونه نیست که ما با این پیشماغ کلی جنت است. ما خود ما در روز قیامت در غم جان خود هستیم. تو چی که مرا فریب دادی؟ خود فریب دادی. الله متعال میگه و ما یخدعون الا انفسهم، اینا فریب کاری نمیکنن مگر نفسای خود فریب میدن. و ما یشعرون، میگه حیوان که هست، همین حیوان هم دوست دشمن منفعت خود درک میکنه. به می حیوان هم که یک چند روز چی بیتین، میگه یک پادشاه بود، یک چند تا سگا را نگاه کرده بود. هر کسی که میخواد جزا بده بازی رو پیش می سگا منداخت. یک وزیر هوشیار داشت، فهمید که پادشاه بسیار ظالم است، کدام روز سر ما قار نشه. هر روز به می سگا یک دو کیلو 3 کیلو میبرد گوشت منداخت. دیگر روز برای پادشاه سر از این قار شد. وقتی که قار شد الا گفت وزیر پیش سگ پرتین. ای که انداخت امی سگایی را نخورد. پادشاه گفت چی کردی وزیر صاحب؟ ایچ او برش گفت صاحب همون شعوری که او حیوان داشت همون رو تو نداشتی. بر از آن من 6 ماه گوشت انداختم، پاسش نگاه کرد پیش تو 10 سال خدمت کردم لکن آخر مرا پیش سگا انداختی. پس بعضی انسان ها هست که از حیوان هم که الله متعال میگه منافق ها حتی هم شعور حیوانی را هم ندارن که خوب و بد خدا درک بکنه که بیمانی غلطی منافقت ما را هم در دنیا ذلیل میسازه، به عزت میسازه و هم در آخرت. و منافقا همیشه می قسم هستند، در دنیا هم به عزت بودن و در آخرت هم ذلیل و به عزت هستند. الله متعال میگه چرا یا قبل شعور هستن؟ الله متعال میگه به خاطر که فی قلوبهم مرض، یا مرض قلبی دارن. فزادهم الله مرضا، الله متعال ذات غنی هست، کسی که کت الله دشمنی بکنه قلب خود مریض بسازه الله متعال انوز قلبش چتلتر میسازه. هیچ نیاز نداره برای تو انسانهای بیدین و بی ایمان، هیچ نیاز نداره.
و لهم و بر از اینا الله متعال آماده کرده چی را؟ عذاب علیم دردناک. چرا؟ بما کانوا یکذبون، به خاطر از اینکه همیشه کل زندگیشان در دروغ بود. و این آیت دیگه که است بعدیش کلش حالات منافق ها را میگه، انسان های مرض قلبی دارن. خب دیگه از صفات مرض های قلبی چی است؟ مرض قساوت سنگدلی. الله متعال میگه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. سوره بقره آیت 74. قلب مسلمان که از قلب چه قسمی باشه؟ قلب بسیار نرم. وقتی انسان بعضی اوقات بعضی مسلمان ها را میبینه، باور بکنین وقتی که همی کافرای امریکایی به امرای کافره و مرتدای دیگهش سر سوریه بمبارد میکردن مسلمان ها را می خانم ها تفلک ها را میدی، انسان ها را میدی که از 10 منزله سرش چپه شده، خاک و خاکالود شدن. دیگه مسلمان ها را در فلسطین در دیگه جای دیگه میدیدیم که انسان ولات سعی کنه حتی بسیاری وقتا امو تصویر و امو فیلم آدم سیل کردن نمیتونه. والا ما خودم بسیاری وقتا سرم تکلیف عصبی می که بعضی فیلم ها را سیل میکنم، لکن بعضی کسا هستن الله متعال میگه اینا قدر خبیث هستن. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره. بعضی کساست آنقدر قسی القلب، آنقدر قلبش قساوت داره، سختی داره، تمام از یارا میبینه هیچ در دلش رحم نمیفته. تکت تکت تفلکا را میبینه، تفلکای معصومه میبینه، زنای بیچاره را سائل میکنه، مردای را سائل میکنه، ریش سفیدا را سائل میکنه که یک طرف سرش افتاده، یک طرف پایش افتاده، پاره پاره، توته توته. قلبای از اینا اینقدر قساوت داره. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دی ودت ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته ایم ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. که از همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر اله و رستم دستانم آرزوست. یا انسان مثل علی رضی الله تعالی عنه شیر باشه، شیر الله باشه، یا حداقل اگه کافر هم است غیرت مثل چی وارد داشته باشه، رستم وارد. اما حال که است کلگی الله متعال در مورد او انسان هایی که قساوت داشتن و مورد لعنت الله قرار گرفتن، ای بنی اسرائیل، الله متعال میگه که ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعد از اینکه شما بسیار از نعمتهای الله را دیدین لکن با وجود از این هم شما قساوت سنگدلی کردین، فهی کالحجاره او اشد قسوه. این قلبایشان میگه آنقدر سخت شده که حتی مثل سنگ، از سنگ هم کده میگه قلب از یا چی است؟ سختتر است. حتی بعضی از سنگ‌ها را الله میگه خوب هستن. و این من الحجاره، بعضی از سنگ‌ها لما یتفجر منه الانهار، یا چی میشه از یا چشمه ها، نهرها از این سنگ‌ها منفجر میشن، از این سنگ آب میبراید. لکن از چشم ای قسی القلب یک قطره اشک در حالت بیچاره مظلوما، یک قطره اشک از چشم از این پایین نمیشه. از سنگ نهرها میبراید. و این منها لما یشقق، الله متعال میگه بعضی از سنگ هاست که شق شق میشه، توته توته میشه. فیخرج منه الماء، از همین شقهای از پرچه های از توته هایی که میشه از داخل از سنگ چی میبراید؟ آب میبراید. و این منها، و بعضی از سنگ هاست که لما یحبط من خشیت الله، که از خشیت و ترس الله سقوط میکنه، از کوی بلند لول میخوره در پایان تکت تکه میشه. اما تو انسان نه قرآن تاثیر میکنه سرش،
نه حدیث سرش تاثیر میکنه، نه مظلومیت مظلوم سرش تاثیر میکنه، نه گپ حق سرش تاثیر میکنه، بازم به گمراهی و شرک و کفر و منافقت خود ادامه میده. الله متعال میگه و ما الله بغافل عما تعملون، از آنچه که عمل میکنین الله بیخبر نیست، همیشه میبینه. اگر یک کافر در یک جای کشته شد چقدر چیغ میزنی، فیسبوک تا پر کردی، اما هزاران مسلمان ها کشته میشن. اگر یک کتاب کافر در یک جای بود باز میگه کلیسای کافرها را زدن، اما مسجدها را 130 مسجد در سوریه و در عراق و در اینجا با قرآن های شریف و کتابا و تفسیر و حدیث و صحیح بخاری و صحیح مسلم در داده شدن و انسان های زنده زیر خاک شدن. باز درباره از هیچ. دیگر قلبای مریض کدام مردمایی هستند که قلبایشان در غلاف و پوش گمراهی هست، در پوش است، غلاف است. و قالوا قلوبنا غلف، نه خودشان با زبان خود میگه. وقتی برشان موسی علیه السلام میگه او مردم اصلاح شدن چی میگن؟ والا قلبای ما خو چی است؟ غلف است. غلف چی رو میگن؟ قلف. ما شما قلف بگیم، یهودی ها میگفتن غلف. چی مانه؟ یعنی غلاف داره، پوش داره، هر قدر که کلید رو چخ کنی کار نمیده، زنگ زدش. الله متعال میگه بل لعنهم الله بکفرهم، قلب زیاد پوش نداره، لکن چون الله متعال اینا رو لعنت کرده. لعن چی است؟ الطرد من رحمت الله، انسان که از رحمت الله دور شوه باز قلب ازی حق نمیپذیره، مثل که پوش داشته باشه. بل لعن الله بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون، بسیار کم از اینا، بقره 88 بسیار کم از اینا ایمان میارن. سوم چی است؟ دیگه از علامات قلب مریض چی هستن؟ نابینایی حقیقی. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الله متعال میگه نابینایی چشم نیست، چشم نابینا نمیشن، نابینای حقیقی ولکن تعمى القلوب التي، نابینا او قلب میشه که در سینه هاست. اصل نابینایی پیش الله نابینایی قلبی هست. خوب چشمای کته کته داره، گوشای کته کته داره، خوب همه چیز داره، لکن قلبش چی است؟ نابینا هست. یک آیت قرآن را حفظ کرده نمیدونه، اما این قاری صاحب ماشاءالله ظاهرا این نابینای اصلی نیستن، اینا مجازی هستن. قاری صاحب تو مجازی هستی، خب اصلی نابینای حقیقی که پیش الله هست اونو که قلب سیاه و گنده داره، قلب مریض داره، این نابینا هست پیش الله. هم در دنیا نابینا هست هم در آخرت. اما اگر کسی تنها چشمایش در دنیا نمیبینه و به مو حبیبتی او دو چشم محبوبی که الله برش نداده، باز الله متعال ایواز در روز آخرت برش تو چشما میته که اولین کسی میباشه که دیدار الله نصیبش میشه. نصیب همه ما و شما، خصوصا نابیناهایی که به مو چیز خود راضی باشن. یک کسی یک نابینا بود مسلمان شده بود. بازور گفتن تو چرا مسلمان شدی؟ گفت من همین آیت مسلمان ساخت. من همیشه از نابیناییم جگرخون بودم، لکن الله متعال در قرآن گفته که نابینایی چشم نیست، نابینا اینیا هستن که حق قبول نمیکنن. سعدیا مرد نیکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نیکویی نبرند. امام بخاری مرده، زنده است با کتاب صحیح بخاری. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم با چندین میلیون امت خود زنده هست. مرده آن است که نامش به نیکویی نبرند. زنده هست لکن پیش الله مثل مرده واره. بسیاری زنده هست در حکم چی هستن؟ مرده هستن، قلب مریض دارن. الله متعال همه ما و شما را توفیق عمل نیک هدایت نصیب بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.